طالبان تاجر یا صاحبکار حاجی نوردین عزیزی معروف به حاجی نوردین یک زاده دره پنشیر را سرپرست وزارت تجارت حکومت خیش اعلام کرد. در برابر او شخص با نام دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت تندرستی نیز تعیین شد که گفته می شود از ازبک‌های سرپول است. به همین منوال در حکومت طالبان تعداد غیر پشتونها به 5 نفر رسید. عزیزی سومین وزیر تاجک و اولین وزیر پنشیری در آن است. این تعیینات در پی سفر عمران خان سروزیر پاکستان به تاجیکستان و وعده او درباره روی کار آوردن یک حکومت همشمول عبارت از تاجکان، هزاره‌ها، ازبک‌ها و دیگر اقلیت‌های ملی افغانستان صورت می‌گیرد. دو غیر پشتون حاجی نوردین تاجک و قلندر عبودی ازبک که نیز فرد کاملا ناشناخته است ظاهراً به خاطر آن مقام گرفتند که حکومت طالبان را همشمولتر به نمایش گذارند. قبل از این دو قاریدین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات از تاجکان بدخشان و عبدالسلام حنفی معاون دوم سروزیر از ازبک‌های ولایت فاریاب در کنار طالبان معرفی شده بودند. یک تن دیگر قاری فصیح‌الدین دیگر زاده بدخشان است که سردار ستاد کل وزارت دفاع امارت اسلامی طالبان تعیین شده است. نوردین عزیزی فرزند گلبدین زاده روستای دشت روات ولسوالی خینچ ولایت پنشیر است که تقریبا 55 سال دارد. دشت روات از اولین قرارگاه‌های احمدشاه مسعود در شروع جهاد علیه اتحاد شوروی و باشندگان آن از جمله اولین مجاهدین او بودند. اما خانواده عزیزی از همان ایام راهش را از مسعود جدا نموده در صف حزب اسلامی گلبدین حکمتیار رقیب سرسخت مسعود قرار گرفت و آشکار و پنهان با او مخالفت میکرد. اما مسعود هیچگاه به نابود آنها اقدام نکرد و تنها کاری که انجام داد دور نگاه داشتن آنها از امور دره پنشیر بود. شخصی که ظاهراً ارتباط سیاسی خانواده عزیزی را با حکمتیار و سازمان استخبارات پاکستان رقم زد. حاجی حبیب الدین برادر بزرگ حاجی نوردین بود. موصوف در آغاز جهاد علیه اتحاد شوروی و رژیم کمونیستی افغانستان به شهر پشاور پاکستان رفت. سال 1986 یک مدرسه را به نام ضیاء المدارس تأسیس داد. صدها نفر از آموزش دیده‌های ضیاء المدارس بعدتر به طالبان پیوستند که اعضای غیر پشتون حکومت کنونی طالبان عبدالسلام حنفی معاون سروزیر و قاریدین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد از جمله آنهایند. خانواده عزیزی در سالهای 90 به طالبان پیوست. برادر بزرگشان حاجی حبیب الدین سال 1996 چند روز در وظیفه رئیس استخبارات طالبان کار کرد. درباره تجارت حاجی نوردین معلومات مفصل در دست نیست، اما سرپرست وزارت تجارت طالبان و برادرانش در اسلام آباد و پشاور مال و ملک کلان دارند. منابع میگوید همان بنا در هیبت آباد اسلام آباد که در آن اسامه ابن لادن کشته شد در پهلوی خانه حاجی نوردین واقع بود و حتی خانه ابن لادن نیز از آنها است.